ساختم فردوس همه سازم گر جهنم ساختم فردوس همه سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من با نفسهای امیدم دم بدم می سازم با نفسهای امیدم دم بدم می سازم 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 گل می شوم 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 تا تو زیباتر شوی گل می شوم 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 باورم کن یک رقم می سازم باورم کن یک رقم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم می سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم گر جهنم ساختم فردوس هم می سازم ای وطن می سازم آخر خودم های با یک تن اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من به نام یاد خدای بزرگ. هموطنان عزیز، مهاجرین، پناهندگان گرامی، یک بار دیگه شما را خوش آمدید میگم، سلام و درود میفرستم به همه شما عزیزان که صدای ما از رادیو ندای مهاجر و پناهنده میشنوین. امروز چهارشنبه 25 ماه می سال 2016 در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های اطلاع رسانی خدمت شما هموطنان عزیز. امیدوار هستیم که در یک ساعتی که در خدمتتان هستیم بتانیم که بهترین برنامه را خدمت شما عزیزان پیشکش کنیم.
امروز در برنامه همراه خود طبقی که وارد داریم در صفحه فیسبوک خود خانم ایمیل کارلسون بخش هماهنگ کننده ملاقات ها بین انجیوها ارگان های غیر دولتی را با خود داریم که راجع به فعالیت ارگان های غیر دولتی در یونان برای مهاجرین همراهشان مصاحبه خواهیم کرد و در ادامه صحبت های خواهیم داشت با مسئولین اتحادیه و در آخر اخبار مهاجرت را خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد و امیدوار هستم که با ما تا آخر برنامه همراه باشید. یک موسیقی میشنویم و برمیگردیم. یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. خب شنوندگان عزیز محترم، پیش از اینکه مصاحبه خود شروع کنیم با خانم ایمیل کارلسون، با آقای دکتر یونس محمدی رئیس فورم مهاجرین یک مصاحبه کوتاه داریم چون ایشان جای رفتنی هستن. در ابتدا خدمتشان سلام عرض میکنیم و برشان میخوایم بپرسیم راجع به سفر اخیری که به شهر مرزی ایدومینی در شهر مرزی یونان و کشور مقدونیه داشتن. همراه ما یک کمی بگن و در اجلاسی که صورت گرفت در استانبول راجع به وضعیت مهاجرین. آقای محمدی به برنامه خوش آمدین. بسیار زیاد تشکر آرش جان. همون رقم که شما هم گفتین ما در تاریخ 14 و 15 در ایدومینی بودیم، فقط به خاطر یک سفر حقیقت یابی ببینیم چه اتفاق میافتاده اونجا و چه وضعیت است و مشکلاتی که در اونجا مهاجرین داشتن کوشش کردیم اونا را یادداشت کنیم و با تمام هموطنای ما که در اونجا بودن، تعدادش هم خیلی زیاد نبودن، البته نزدیک 300 تا 400 نفر بودن نظر به چند هزار نفری که چند ماه پیش بودن. با خیمه در خیمه با اونا شیشتیم و صحبت کردیم و از تمام واقعیاتی که چی در یونان چی در اروپا با اونا حرف زدیم. البته هیئت ما که متشکل از فارسی زبانا، عرب زبانا و از دیگه کشوران بودن. خب مشکلات مردم خیلی زیاد است در اونجا. هموطنای ما که در اونجا بودن بعضیایش متاسفانه 3 ماه 3.5 ماه در اونجا بودن. بله. و عدم اطلاع رسانی کافی یکی از معضلات بسیار مهمی نه تنها در ایدومینی بود، در تمام مرکزهای چی رسمی و غیر رسمی در یونان است که یک مصاحبه هم داشتیم با یکی از هموطنای ما در اونجا. در یک از خیمه بیشتر افراد زیر سن یعنی بچهای زیر سن بودن در اونجا که امیدوارم که اورم بتونن ثبت است و امیدوارم که پیدا کنن کسی که صدا را ثبت میکنه و شما از او بتونین امروز استفاده کنین که مصاحبه با اوناست که علت ماندن شده اونجا چی میگن. کسایی بودن که بالاتر از 10 بار اونا کوشش کرده بودن که از مرز تیر شون و تیر هم شده بودن، از مرز در اون طرف از اون طرف اونا رو دوباره دیپورت کرده بودن، پس فرستاده بودن اونا را. ولی به هر صورت ما مذاکره داشتیم در اونجا با نماینده وزارت مهاجرت در اونجا، با سازمان ملل و با ارگانهای دیگه و همچنان با اداره پذیرش اولیه که از طرف دولت یونان است با اونا و امون روز اونا برای ما زنگ خطر برای ما گفتن که به زودی پلیس و نیروی امنیتی یونان میرن طرف ایدومینی و اگر به زورم شده مهاجرین از اونجا دور میکنن، چون به علت بستن راه و ریل که بسته کرده بودن و سازمان سرمایه‌دارا و تجارا چی از طرف یونان چی از طرف مقدونیه کلگیشان اعتصاب کرده بودن. به هر صورت ما هم از تمامی از پروسه و از تمام از مشکلات مردم خودم با خبر کردیم و الحمدلله چیزی که تا نوز اتفاق افتاده ایه که
درسته که در ظرف دیروز و پریروز نزدیک 4000 نفر از اونجا دور کردن، در تمام مراکز بردن. بله. و دیروز خصوصا 2100 نفر از اونجا بردن در کمپ‌های مختلف. و نقطه مثبت ای است که تا هنوز کدام خشونت انجام نشده از طرف پلیس و مردم هم خسته شدن از بودن در اونجا. اونا بدون کدام مقاومت که البته رای موجود ندارن رفتن بعضی مرکزهای پذیرش که مرکزهای پذیرش هم متاسفانه وضعیتشون حتی از ادومه از مرز مقدونیه هم بدتر است، وضعیت خیلی خراب است، ولی مردم چاره ای ندارن چی کاری خواد بکنن. دکتر صاحب محترم، راجع به اجلاسی که صورت گرفت در استانبول برای محکمه اطلاعات بتین اگه امکان داره؟ بله، من تاریخ 14 و 15 اونجا بودم و تاریخ 16 و به خاطر می‌خواستیم یک هفته باشیم ما در ادومه و بیشتر بانیم و به خاطر اجلاسی که یک ورکشاپ یا کنفرانس بود به اشتراک 15 کشور اروپایی و غیر اروپایی، کشورهای بالکان بیشتر و کشورهای جوار سوریه مثل جردن، مثل لبنان و از خود سوریه بعضی ارگانا بودن و از طرف فروم پناهندگان و همچنان به عنوان یک افغان من در اونجا شرکت داشتم و عنوان از جلسه و عنوان از کنفرانس هم بود زنان مهاجر و چالش‌های موجود مهاجرت. چون ما مفهمیم که جلسه کنفرانس سازمان ملل درباره زنان مهاجر به زودی راه میفته و به او خاطر ما مشکلات و چالش هایی که زنان مهاجر با او روبرو هستند اونا را یادداشت کردیم و در آخر هم یک بیانیه یا قطع نامه از طرف تمام ارگانا و خصوصا تمام ارگانایی که در این مسیر بالکان و کشورهای جوار سوریه و ایران و پاکستان اینجا زنان مهاجر با او روبرو هستند یک قطع نامه در اونجا به توافق رسیدیم که اونا را هم از طرف مؤسسه آکسفام و از طرف بخش زنان سازمان ملل اونا در این کنفرانس که روبرو هستند، کنفرانس سازمان ملل متحد در اونجا ببرن. ما میفهمیم که زنان خصوصا زنان بی سرپرست و زنانی که حامل هستند و خصوصا زنان که قبل از اینکه اونا به مهاجرت هم دست بزنن در کشورهای خودشان هم اونا از طبقه متضرر و آسیب پذیر جامعه هستند و با او خاطر مهاجرت یک بار دیگه اونا را قربانی سوء استفاده ها و خشونت های گوناگون میکنه و او خاطر باید اقدامات جدیدتر چی از طرف سازمان ملل، چی از طرف کشورهای اروپایی و چی از طرف کشورهای بالکان و همچنان از طرف کشورهای جوار از این مناطقی که پناهنده خیز هستند. در حقیقت مسیری را که زنان مهاجر طی میکنن باید یک رقم شود که یک سیستم های حمایت از زنان باید به وجود بیاید و با خاطر بسیار به زودترین وقت ما دمی هفته هم بازی نشست‌های با ارگان‌های مختلف اروپایی داریم فقط و فقط به خاطر حقوق زنان و زنای مهاجر که این مسئله بسیار یک مسئله داغ است فعلا در اروپا. تشکر دکتر صاحب. حتما شما قولم میگیریم که در برنامه آتی بیشتر مفصلتر راجع به جریانا با هم دیگه صحبت کنیم چون میفهم که وقتتان کم است و تشکر از زمانی که برای اختیار ما گذاشتین. بسیار. فقط یک نکته میخواستم بگم که ما در ترکیه که رفتم برای من بسیار مهم بود که برم متنای ما در کسایی که در ترکیه اونا منتظر هستن اونا رو ببینم. هر دفعه که میرم ما در اون قاد البته خودم از اونجا تیر شدم با خاطر میفهمم مثلا منطقه زیتون دورنو، منطقه اسکافان زیاد است، منطقه فتیح سرگ فتیح که مردم سوریه است، منطقه آقسرای. در دو روز مکمل ما رفتم با متنای ما در اینجا که هستن با اینا ششتم گپ زدم و تفاوت را که با چند ماه پیش وجود داشت در اونجا بود که به نظر مهم است که کلگی بفهمن. یکی اول همتون واقعا تعدادش کم است، کم به نظر میرسه در اونجا و دومی که کسایی که مانده بودن بسیار با ناامیدی چون راهی رسیدن در اروپا بسیار سخت شدن و اکثر از اونها میگفتن کاش که ما نمی آمدیم و از طرف دیگه یک تعدادی بودن که از یونان برگشته بودن، کلا از یونان اونا خودشان برگشته بودن و میخواستن پس طرف ایران، کسایی که در ایران بودن زندگیشون بهتر بودن ولی یک تعداد هم بودن ما مفهمیم که وطن ما جای امن نیست، از مجبوری اونا آمدن و کدام راه برگشت ندارن. اونا کسایی بود که به هیچ عنوان هم اونا برگشته نبود و تعدادشون هم خیلی زیاد بود و اونا متاسفانه این سیاست اروپا رو باید آدم بگوید که سیاست اروپا و بسته کردن مرزها بدون از اینکه
کدام گزینه دیگری برای مهاجرین انتخاب کنیم، فقط مرزهای بندیم بجز از که هزینه را برای مهاجرین زیاد کنن، چه هزینه جانی و چه هزینه مالی و اینا راههای دیگر رو پیش میگیرن. مثلا افغانی هموطن خود ما و شما که مجبور شد از راه بلغار داخل شود و از راه بلغار و حتی پلیس بلغار فایر کرده بود، در گردنش مرمی خورده بود، در شفاخانه فعلا است، معلوم نیست که زنده است یا نه. و همین رقم کسایی بود که از طریق ایتالیا میخواست بره و از راه پیاده از مسیر خشکه طرف یونان بیاید که بسیار مسیر سخت است و یک تعداد هم با بسیار پول گزاف هم از طریق دریا میخواد این طرف بیان و اینا شرایطی است که بسیار بسیار سخت است و از یک طرف خود هموطنان باید آگاه باشه از سختی شرایط و از طرف دیگه هم باید ما و شما چه اتحادیت با کمک ارگان‌های دیگه باید یک کار کنیم که باید کلگی را این مسئله را باید بالا ببریم. جهان سپاس دکتر صاحب از حضور شما در برنامه. بسیار زیاد تشکر. از این کوتل گذر می دادی مرا، از این کوتل گذر آسان موش، از یار جانیم خبر می دادی مرا، زیار جانیم خبر می دادی مرا. خب هموطنان عزیز دوباره برمیگردیم به استودیو. همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردم، خانم امیلی کارسون با خود داریم، کوردیناتور ملاقات ها بین تمام ارگان‌های غیر دولتی که در آتن برای مهاجرین خدمت میکنن. Ms. Carlson, welcome in our program. At first of all, can you introduce yourself? Okay, thank you, Arash. I'm happy to be here. My name is Emily Carlson, and I am the program coordinator for the Salvation Army and chair of the Victoria Square Coordination Group. سلام گفتن و گفتن که ما مسئولی همان کننده ملاقات با ارگان سالویشن آرمی و ارگانایی که در اطراف پارک ویکتوریا هستم. And what's the Salvation Army? Okay, the Salvation Army is a Christian movement that operates in 126 countries around the world. من پرسیدم که سالویشن آرمی چی هستن؟ گفتن که سالویشن آرمی یک ارگان مذهبی هستش که در تمام دنیا با 126 کشور دنیا نمایندگی داره. The Salvation Army is also over 150 years old. و 150 سال سابقه داره. In Greece, the Salvation Army began operating in 2011. و در یونان در سال 2011 فعالیت‌های خود شروع کردن. As an NGO. به عنوان یک ارگان. Okay, the Salvation helps homeless, elderly, young families and victims of trafficking. میگه که ارگان سالویشن آرمی برای خانواده‌های نوپا و مقابله با قاچاق فعالیت میکنه. And in January of 2016, the Salvation Army started a day center for refugees and migrants. و در شروع ماه جنوری 2016 فعالیت‌های خود شروع کرد برای مهاجر و پناهنده. Thank you very much. How the NGO find how about the NGO? We speak today about the NGOs. First of all, what's NGO and what they do for the refugees in Greece? Okay, the NGOs are non-governmental organizations, and in Greece they are probably over 100 NGOs that are here working on the refugee crisis.
من پرسیدم که ارگان‌های غیر دولتی چی هستن و چه خدماتی میکنن. گفتن که اونا ارگان‌های غیر دولتی هستن و بیش از 100 ارگان فعلا در یونان برای مهاجرین فعالیت میکنن. What they do for the refugees? Okay, each organization focuses on different areas. Some organizations focus on children. خب من پرسیدم که چی کارهای خدماتی رو انجام میدن. گفت اونا هر کدامشان یک بخش خاصی از خدمات انجام میدن. بعضیاشون برای اطفال. Other organizations focus on food. بعضیاشون روی غذا متمرکز هستن. And other organizations on health. و بعضی دیگه‌شان روی خدمات صحی. Then you have organizations that work in shelter, NFI and WASH. بعضی از ارگان‌ها هستن که برای خدمات صحی، خدمات ارتباطی و محیط زیست فعالیت میکنن. Okay, you got what WASH was. Okay. It's about the service they order for us, but the most refugees they think that when they go in the organization for help, they think it's help from the UNHCR. You know, yes. It's not. They don't know the difference between UNHCR and NGO. Can you tell us about this? Okay, to try help you understand, you can see the UNHCR is the lead coordinator of the NGOs working in Greece. سوال من اینجا بود که اکثر مهاجرین ایرا اشتباه میگیرن، ارگانهای کمک میکنن همه را فکر میکنن که از طرف سازمان ملل هستن، ولی خانم امیلی جواب دادن که نه، یونیسیار کس فقط هماهنگ کننده کلی هست برای کمک برای پناهندگان در امور ارگانها. They are also the NGO's first contact and they have the contact with the government. و اونها ارتباط دهنده هستند همراه ارگانها و ارگانها را با دولت. And the UNHCR works with the NGOs to help us all coordinate so that we can try and get the jobs that we are all doing properly and efficiently. و اونا یعنی سال فقط کارش همیست که همی کارا را، همی پروگرام را آماده میکنه برای مؤسسات که خدمات رسانی کنه برایشان مخصوص همون چیز. Okay, how in the Victoria Square you're the you know better than me about the organization. How many organization is around the Victoria Square? About it's difficult to tell me exactly, and what they offer for the refugees. Okay, around Victoria Square there are approximately about 8 to 10 organizations working in the area, and they work in different areas. They have places that offer things like toilets, places to sleep, showers, places for information, internet, food, clothing, hygiene items, and care for babies. And then of course medical. من ازشان پرسیدم که در اطراف پارک ویکتوریا چند تا ارگان حدوداً هستن و چه خدماتی میرسونن. برای ما گفت نزدیک به 8 تا 10 ارگان است که اونجا خدمات میتن، از نزدیک خدمات بهداشتی، خدماتی که برای استراحتگاه هست، حمام، اطلاعات، اینترنت، غذا، لباس و خدمات برای شستشو، اطفال و در آخرم خدمات بهداشتی. Thank you very much, Ms. Emily. How the NGO find funding? Okay, each NGO finds funding in different ways. Some people already have donors that have been members of that organization for many years. And other people write out proposals of what they would like to do. This is mainly done by all NGOs. They have to write a proposal. من ازشان پرسیدم که این خدمات که راه میدن اینا را از کجا، این مخارج از کجا پیدا میکنن این ارگانا. گفت که این یک پروگرامایی هست که برای اینا داده میشه و یا بعضی از این ارگانا یک
خدمات را در نظر میگیره و راجع به از او یک لیست را، یک پروپوزال را مشخص میکنه که درخواست میکنه برای بودجه برای از اون کار. Okay, an NGO will do an assessment of an area or the crisis, and they will see what they think they would like to do, and then they write a proposal on that specific thing. و این ارگانا در محیط سعی میکنن که چه احتیاج است، چه نیاز است در محیط و راجع به اونا پروگرام خود آماده میکنه و پیشکش میکنه برای گرفتن پروگرام. To give an example. Can you give us an example? An example can be like the Salvation Army Day Center. There had to be a proposal written if we were going to open up a program, what was it going to be about? And the Salvation Army chose a day center. They have to say what are they going to do at that center, what services are they going to offer at that center, and how many people do they need to employ, and how much is it going to cost. به طور مثال گفته که بگیم که ارگان سالویشن آرمی که برای مهاجرین دفترشو باز کرده نزدیک پارک ویکتوریا، اولا که باید بگیم که فکر کردیم که این ارگان چه خدماتی میتونه بده، چند نفر میتونه در اونجا مشغول به کار شوه و در آخر هم برای ما گفتن که چقدر هزینه میبره این پروگرام. What prefer the Salvation Army for the refugees now? What they do for this? All right, the Salvation Army has a day center, and they offer clothing, and they also offer food in ways of sandwiches, and they give out milk, and it's definitely very important they give information, regardless, it can be referrals or information on asylum, and any information that that is asked, if we are possible, we can answer, we do. ما پرسیدم که ارگان سالویشن آرمی چه خدماتی میده برای مهاجرین. گفتن که اولا بزرگترین خدماتشان دادن لباس هست، بعدش شیر و یکی از مهمترین خدماتی که میتن دادن اطلاعات است برای مردم. اگر اونا سوالی دارن راجع به مشکلاتی که فرندش روبرو هستن یا درخواست اقامت که دارن یا هر سوالی که دارن که در حد تواناییشان میتونن جوابگو باشن. Thank you very much to coming in our studio, Ms. Emily, and I hope to you have again in another program to speak with you about the organizations. Thank you very much. It was a pleasure to be here. Thank you. تشکر از همه‌تون. من و تو دو پسر، دو فکر و یک بهانه، من و تو دو شاعر، دو بیت و یک ترانه، من و تو دو عاشق، دو وقت و یک سفاره، چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره، با اون شهری که عاشق میشه آدم، اگر ویرانه باشه باشه باشه، همون بیتی که در دل می نشیند، اگر گلدانه باشه باشه باشه، نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه باشه باشه، همیشه عشق و دیداری همیشه، اگر افسانه باشه باشه باشه. از این سوی بهاران به دستی گلی باران، سلامت میفرستم گلی لاله افغان، سلامت میفرستم گلی لاله افغان. اگر از ما گسستی، اگر بی تو شکستم، به هر جایی که هستی گرفتاری تو هستم، به هر جایی که هستی گرفتاری تو هستم. همین جانانه و بار محبت، اگر نشانه باشه باشه باشه، بقای عاشق از کار محبت، اگر زبانه باشه باشه باشه.
باز برگشتیم به استودیو دوستان عزیز. سلام مجدد. خب اولا که معذرت میخوام به خاطر اگر اشتباهی صورت گرفته باشه در ترجمه، چون انگلیسی ما در حدی نیست که ما بتونم که درست دقیق برای شما ترجمه کنم، ولی تلاش ما باید که تا جایی که بتونیم اطلاع رسانی کنیم خدمت شما عزیزان. ما بعضی از ارگان‌هایی که فعلا خدمات رسانی میکنه برای شما عزیزان پناهنده در یونان، به خصوص در شهر آتن نام میبرم. ارگانی هستن مثلا ارگان کاریتاس هستش که خدمات مثل خانه، غذا، لباس، دوش در خدمتتان پیشکش میکنه که البته اگر لازم باشه آدرسشان براتون بگم که در خیابان کابودیستریو پلاک 25 هستن و مرکز کاریتاس برای خانواده ها که در خیابان اینیانوس شماره 8 است که معمولا خدمات رسانی و اطلاعات برای خانواده است. ارگان فاروس هست برای زنان و کودکان، مخصوص است که مشورت دهی میکنه برایشان و خدمات رسانی میکنه برای اطفال زیر 18 سال که آدرس اونا از خیابان الپیدوس شماره 7. مرکز روزانه فاروس برای خدمات بیشتر خدماتشان فوکوس است روی خدمات رسی به اطفال که آدرسشان از در خیابان اولیانو پلاک 18. همچنان خدمات ارگان خدمات پناهندگی GRS است که اینا هم خدمات از قبیل لباس، بهداشت، توالت و شاور در خدمتتان میمانه که از آدرسشان در خیابان اسمیرنیس پلاک 27. ارگان پراکسیس خدمات رسانی بسیار زیاد فوق العاده داره از لحاظ پزشکی، خدمات پزشکی که آدرسشان است در خیابان پانیو شماره 5 نزدیک پارک ویکتوریا. و همچنان ارگان سالویشن آرمی سپاه راستگاری که چند دقیقه قبل صحبت داشتیم راجع بهش که در خیابان اریستوتلس پلاک 99 اطلاع رسانی لباس و بعضی از مواد غذایی را در خدمتتان قرار میده. فرم پناهندگان است که ریاست آقای یونس محمدی داره که در ابتدای برنامه هم روش صحبت کردیم. آدرسش از خیابان گراویاس بلاک 9 الی 13 و خدمات IOM که راجع به برگشت به وطن است. هر کسی که درخواست برگشت داشته باشه به افغانستان آدرسش است خیابان دودیکانیسو شماره 6 منطقه آلموس. دوستان عزیز این اطلاعاتی بود که راجع به بعضی از معروفترین ارگان‌ها خدمت شما عزیزان داشتیم و میریم یک موسیقی میشنویم. بعد از او صحبت‌های خود داشتیم با آقای کاظم رویش رئیس اتحادیه افغان‌های مقیم یونان. لحظه کی ماندیم پشت هر گامی که رفتیم همه پلا شکسته راه جز رو به مقابل ره برگشت من و تو چقدر دیرک بسته با تو بودم با تو ماندم با تو خواندم با تو خندیدن چه کلمه بسیار زیاد زیبا ختم کردیم موسیقی ما را و همینطور تو با لب خندان رو برای خود داریم کاظم رویش رئیس اتحادیه افغان‌های مقیم یونان. امیدوار هستیم همه رقم همیشه لبات
پر از خنده و شادی باشه. رایش عزیز خوش آمدید به برنامه. سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز، خوش باشید. ما هم در لابلای از این برنامه همین چیزایی که ضروری دانستم خواستم یک یادآوری بکنم، چون برنامه اطلاع رسانی است و هموطنان هم که است نیاز دارن به این که می اطلاعات و همی مسائل که در روزا اتفاق میفته بشنون. اول در مورد ایدومینی که آقای دکتر هم پیشتر صحبت کردن، در اونجا اونمو عملیات وزارت سیاست‌های مهاجرتی با هماهنگی دیگر ارگان‌های دولتی در بخش اخبارم خود داشتیم. آره ادامه داره، در بخش اخبارم شاید داریم. شاید تا آخر ما رو اونجا خلاص شود. این برازی میگم که دوستا دیگه اینطور فکر نکنن که چون هر روز یک خبرهای پخش میشه که مرز باز شده یا مرز باز میشه و اینا. دیگه اون از اونجا که مردم جمع شدن بیاین دیگه طرف او طرف هیچ کس اجازه عبور مرور نخواد داشته باشه. این مسئله مهم است که کلگی باید بدانه و فکرشان بکنه. مرز باز شدن در کار نیست. آره تصمیمایشان را درست بگیره. دیگه در مورد سازمان های دولتی عرض کردین که سازمان های دولتی را منو تعریف شد، ماهیت از اینا رو فهمیدیم. سازمان های غیر دولتی را اونا که هستن روی برنامه هایی که قبل از قبل تعیین شده کار میکنن، یا حمایت از پناهندگان است، یا ارائه سرویس های حقوقی و اجتماعی است، یا ارائه کمک های مثل لباس و غذا و بقیه لوازم برای زندگی. و بعضی هایشان هم که چیز هم دارن، خانه، جای، هتل و اینا هم کرا میگیرن و در مردم میدن که از جمله اونم سازمان دکتران جهان و پرکسیس زیادتر در این مورد فعالیت دارن. مثلا جسیار کس زیادتر خدمات حقوقی و سرویس اجتماعی داره برای هر نوع مشاوره حقوقی و اطلاعات در مورد کار و اطلاعات در مورد اجازه کار گرفتن و دیگه حساب بیمه و حساب مالیاتی و اینا اگر کسی بخواین درست بکنن ارگان جسیار میتونن جسیار مراجعه بکنن، در اونجا از اونا مشورت بگیرن، راهنمایی بگیرن. و دیگه برای هموطنان توصیه است که سازمان هایی که رسمی هستن و در مورد پناهندگی کار میکنن، UNHCR هست در یونان و سازمان دیگه که فعلا در صحنه آمده بعد از این بسته شدن مرزها به نام یازو هست که همو سازمان حمایت اروپایی از پناهندگی هست. اینها با همکاری سرویس پناهندگی یونان در مورد تمام مشکلات و تقاضای پناهندگی مردم رسیدگی میکنن. یعنی اینا رسمیت دارن و غیر از اینا دیگر ها که هستن در این زمینه کار ندارن. هموطنان باید بدانن که هر سازمان برنامه های خاصی داره و برای اطلاعات پیدا کنه و برای همون چیزا را از همون سازمان بخواه. مثلا در بخش صحی دکتران جهان و پرکسیس زیاد کار میکنه که میتونن فعالیت های درست برای دوا و برای کدام مشکلات صحی که داشته باشن در اونجا مراجعه بکنن. همین راجع به ارگانی که جدیدن گفتیم فعالیت میکنه همراه با اینسا راجع به خدمات پناهندگی در یونان، ما البته در صدد هستیم که هفته بعد بتونیم که با نماینده خاص یونیتسیار دعوت کنیم اینجا که بیان راجع به این ارگان و خدماتشون، راجع به پروگرام‌های جدیدی که برای سرویس پناهندگی است برای ما اطلاعات خود دادن که دیگه از اون جنجال اسکایپ خلاص خود شدیم و برنامه‌های جدید است که هفته بعد زیادتر در موردش بحث کنیم. اینمی اطلاعش از چند روز پیش پخش شده توسط یک بیانیه مطبوعاتی دست جمعی از سه ارگان که پخش شد توی سرویس پناهندگی یونان، یازو و یونیسیار. اینها در او بیانیه خود گفته بودن که از آخر نظامی ما تا آخر ماه جولای را، یعنی می سپتامبر تا آخر از این ماه شروع میشه تا آخر ماه جولای را ختم میشه در کل مراکزی که رسمی فعلا کار میکنه. یعنی کمپ های رسمی که صرف دولت یونان به رسمیت شناخته. یعنی در اینجا دیگه هموطنایی که بیرون از این کمپ ها زندگی میکنن و از اونها توصیه میشه که
اگر امکانش هست خود را در این مراکز نزدیک بکنن، در این مراکز خود جابجا بکنن که از ثبت نام بیرون نمانند. ما همین رقم که در برنامه رادیویی هفته آینده نماینده از UNHCR داریم و همچنان خود ما هم یک ملاقات خواستیم از UNHCR که بریم روی مسائل مختلف با اونا صحبت بکنیم که تا هفته آینده را قبل از چهارشنبه اگر ما او برنامه ما اجرا شد در هفته آینده باز بیشتر در تمام زمینه چی میکنیم برای می هموطنا اطلاع رسانی میکنیم. دیگه مشکلاتشون در مراکز هست، هرگاه کدام مشکلی رخ میده، مشکلات خاص باشد او را پنهان نکنن، اول که دمو مسئولین از امو جای باید خبر بدن و دیگه اگر اونجا هم کسی در دادشان رسید و یا زبانشان نفهمید با هموطنای خود با اتحادیه با اینا در تماس شوند. خصوصا ما گروه های آسیب پذیر توصیه ما است که هیچ گونه مشکلاتی که سرشون میه اونا پنهان نکنن، مثلا بچهای خرد که هستن، یا خانمایی به سرپرست که هستن، خانمایی که در اینجا با بچه های خرد زندگی میکنن و کسی را ندارن، اینا در هر زمینه اگر برایشون مشکلات پیش میاد 100% او را برسانند در گوش مسئولین و در گوش کسایی که در زمینه فعالیت میکنن که به اونا رسیدگی شون. آره هدف از این کار ما و هدف از این صحبت های ما است که مردم همه گروه های آسیب پذیر سوء استفاده نشه. تشکر رئیس عزیز. در هفته‌های بعد زیادتر راجع به بحث و بررسی جدید پروگرام اقامت در یونان صحبت خواهد کردیم. تشکر از اینکه وقتتان برای ما دادین و تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنیم. سلامت باشید. خب دوستان عزیز میریم یک موسیقی میشنویم، موضوع برمیگردیم. همه سازمت گر جهنم ساختم فردوس، همه سازمت ای وطن می سازمت، آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت، آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس، همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس، همه سازمت، ای وطن می سازمت، آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت، آخر خودم می سازمت. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من. خب نوبت میرسه با آقای آزادی عزیز که برای ما یکان خبرها را متو جمع کرده در بوجی انداخته، همراه خودم تزور زده ورده عرقایش هم سر کرده. آزادی عزیز خوش آمدید در برنامه. زنده باشین. تشکر. سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیزتان. زنده باشی. میشنویم یکان گزارش هایی که برای ما از گرد گوشه دنیا جمع کردین. فکر کنم اولیش همین رقمی که میبینم یک گزارش هست از سازمان مهاجرت بین‌الملل. چطور؟ بله دقیق است. روز سه شنبه سازمان پلیس جهانی یا انترپول و پلیس اروپا گزارشی را بیرون دادن و تایید کردند که در سال 2015 5.3 میلیارد یورو به جیب سازمان‌های خلافکار و تبهکار از بابت انتقال مهاجرین به اروپا سرازیر شده و هر مهاجر را حد زدن که میان 3 الی 6 هزار یورو تا رسیدن به شمال اروپا مصرف میکنه
و خاطر نشان ساختن که این پول به جیب سازمان های تبهکار می روه و در عین زمان میتونه تغذیه باشه برای سازمان های تروریستی و سازمان هایی که به خاطر کشتن انسان کمر بستن و در این زمان نگرانیشون را از بابت این که آهسته سازمان های جنایتکار قاچاق اعضای بدن مهاجر را روی دست بگیرن و آهسته آهسته یک معضله کلان دیگر را بتونه که رقم بزنه. یعنی این گروه های قاچاق انسان هر راهی که برشان بسته شود راه دیگر پیدا میکنن حتما برای کار که امیدوار هستم زودتر از شر از این مردم دنیا خلاص شود. چطور از کشور فنلند خبر رسیده بود که یک محدودیت های را برای مهاجرین گذاشتن؟ بله، کشور فنلند در تازه ترین گزارشش اعلان کرده که افغانستان، سومالی و عراق مکان امن نیست و کسایی که از این جامعه پذیرفته نمیشوند، چرا که در تمام نقاط کشورها میتونن زندگی بکنن و هیچ مشکلی نداشته باشن. این در حالی است که در افغانستان در چند قدمی هر ریاست جمهوریش کسی امنیت نداره و همین قسم در سومالی هم نیروهای الشباب میتونن که امنیت مردم به گروگان بگیرن و داعش هم خوب قصهش بسیار طولانی است. من نمیفهم آزادی عزیز که اینا گزارش ها از کجا میارن که میگن که امن است؟ نمیفهم اینا یا تحقیق کردن یا نمیفهم از کجا میکنن. خب بگذاریم بیاییم سری نزدیک خود ما همین ایدومینی که بسیار زیاد در روزا خبرساز شده. چی گپاست از ایدومینی؟ خب ایدومینی در حقیقت یک نمایشنامه زنده از بدبختی انسان قرن 21 بود، چرا در یک منطقه بسیار خرد، در یک مکان بسیار کوچک، ما بین 9000 الی 12000 انسان در کمترین خدمات بهداشتی، صحی و آموزشی و هر نوع خدماتی که انسان قرن 21 به اون نیاز دارن، اینا از او فارغ بودن و دولت یونان و اتحادیه اروپا همه دست به هم دادن که مسئله را بتونن ختم بکنن، اما هنوز هم یک راه حلی بسیار زیربنایی و خوب برش موجود نیست. تنها در تسالونیکی چند تا منزل به کرایه گرفته شده و چند تا کمپ جدید ساخته شده و اینا را انتقال بدن، اما نگرانی عمده ای بود که مهاجرین شاید مقاومت بکنند برای نرفتن، اما یک تعدادی از مهاجرین داوطلبانه حاضر شدند که بروند و یک تعداد مقاومت دارن، یک تعدادی هم در مزارع اطراف تسالونیکی فرار کردن. جای شگفتی است که 1200 پلیس یونان اطراف مرکز ایدومینی را کمربند انداخته و از فرار مهاجرین جلوگیری میکنن. اگر فرار کنن کجا فرار کنن آقای عزیز؟ جایی برای فرار ندارن، هر جا که برن مجبور هستن که برگردن. مهاجر پناهنده در دشت در کوه تا کی به سر ببره؟ خب ایدومینی که است مرز است، حداقل اینا میتونن به مرز بلغاریا، به مرز البانی، به مرز مقدونیه خود برسونن و به همین خاطر از زمین و هوا مهاجرین زیر کنترل هستند. 2 روز پیش یک نشستی بود بین کشورهای اتحادیه اروپا و ترکیه روی هم پیمان قراردادی که بسته بودن راجع به برگشت بعضی از مهاجرین به ترکیه. چطور نتیجهش چی بود؟ خب نشستی که است به خاطر عملی شدن تعهدات و موادی که در اتحادیه تفاهمنامه اتحادیه اروپا و ترکیه بوده است، اما گزارشی که چند روز قبل از این از طرف برخی از اعضای پارلمان اتحادیه اروپا انتشار یافت ای بود که در فرستادن مهاجرین به ترکیه مواد قرارداد تفاهمنامه اتحادیه اروپا و ترکیه نقض شده. وقتی که بعد از 20 مارس مهاجری به ترکیه می آید، در صورتی که علاقمندی به دادن کیس در یونان نباشه، در اون صورت میتونن که را به ترکیه باز بگردونن، اما اکثر کسایی که به ترکیه دیپورت شدن اینها فرصت ماندن و ثبت کیسش را در یونان نداشته. برگردیم در اخبار افغانستان. یکی از خبرهای داغی که در این روزا روی پرده رسانه های اجتماعی هست از بین رفتن رهبر طالبان هست و جایگزینیش. آیا جایگزین شده یا نه؟ اگر شده کی هست؟
بله، خبر خوش است. ابهام هم داره که ملا اختر محمد منصور روز شنبه در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در خاک پاکستان کشته شده. این میتونه یک بار دیگر ادعای برحق بودن افغانستان و ناحق بودن پاکستان برملا بسازه. اما طالبا در یک چیز دستی بسیار دراز و باز دارند که بسیار در یک فرصت کوتاه میتونن نادانترینشان را باعث رهبر پس انتخاب بکنن. هیبت الله آخونزاده، مولوی هیبت الله آخونزاده دوباره باعث رهبری طالبا و فرزندی ملا محمد عمر و حقانی باعث معاونینش انتخاب شده. امیدوار هستم که هر چیز زودتر اصلاح شوند و رو به گفتگوی صلح بیاین. آقای آزادیز، یک جهان سپاس از حضور شما و این اطلاع رسانی شما. امیدوار هستم که در برنامه آینده شما را به خود داشته باشیم. بسیار تشکر. شما و شنوندگانتان را به خدای پاک میسپارم. خب دوستان عزیز، ما چند روز قبل گفتگوی ترتیب داده بودم با آقای جعفر عطایی، شخصی که در انگلستان اعتراض کرد در سخنرانی رئیس جمهور مورد عزت مشاهد از طرف نیروهای امنیتی محافظان رئیس جمهور قرار گرفت راجع به پروژه که برای تغییر پروژه برق از بامیان به سالنگ داده شده بود. اگر موافق باشین یک صحنه های لحظات از این مصاحبه رو با هم دیگه میشنویم و دوباره برمیگردیم. که اتفاقاتی که دفعه گذشته رخ داد در اونجا در سخنرانی رئیس جمهور در دفتر مذاکرات روسی برای ما کمی توضیحات بده. آقای عطایی خوش آمدین. بسیار خوشحال هستیم که شما را به برنامه با خود داریم. من عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های عزیز شما که در یونان هستن. من درک میکنم شاید در یک وضعیت دشوار باشن. آرزو میکنم که به رفاه و آسایش و امنیت برسن و بتانن در کشورهای اروپایی جابجا شوند. در مورد حادثه‌ای که در لندن اتفاق افتاد، حتما یک عده‌ای از هموطنان ما از طریق رسانه ها ویدیو کلیپ ها را دیدن و تا حدودی در جریان قضیه و مسئله هستند. بله. شما از خب یکی از فعالانی بودین که در لندن شروع کردین و اعتراضات رسما مستقیما با آقای رئیس جمهور راجع به موضوع پروژه روشنایی. چطور شد که شما او از قبل آمادگی داشتین که صحبت کنین یا یک دفعه تصمیم گرفتین به او کار؟ چی اتفاق افتاد که شما واکنش نشان دادین؟ آمادگی قبلی به اون شکلی که اتفاق افتاد وجود نداشت. بله. من رفته بودم مثل بسیار دیگر از کسانی که در اون مجلس حضور داشتن تا هم سخنان رئیس جمهور رو بشنوم و هم در قسمت پرسش و پاسخی که داشت در اون قسمت اعتراض و صدای خود را به گوش رئیس جمهور برسانم. اما متاسفانه در اونجا قضایا به صورت دیگه پیش رفت. دوستی بلند شد به رئیس جمهور اعتراض کرد و رئیس جمهور به جای اینکه به حرفای او شهروند افغانستان گوش کنه، بله، با آرامی و متانت از او بخواهد که حداقل حرفای خود رو بزنه و بعد با آرامی پاسخ حرفای از او رو بزنه. پاسخ رئیس جمهور این بود که شما اگر خواسته شخصی دارین و من به شما مقامی چیزی رو وعده کردم، بله، ایره نه حاضر هستم با شما گپ بزنم و نه حاضر هستم با کسی دیگه گپ بزنم. این برخورد رئیس جمهور برای من مثل بسیار از رفتارهای دیگه ای که ما به عنوان شهروندان افغانستان شاهد بودیم غیر قابل قبول بود و من هم به نشانه اعتراض بلند شدم و گفتم می آدم وقتی که شما رو میگه دروغگو هستین راست میگه، من از افغانستان هستم، شما دروغگو هستین. درست. و ما طبق ویدیوهایی که در
همه جا در رسانه ها و در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. دیدیم که شما اونجا مورد زد و شتم محافظین رئیس جمهور هم قرار گرفتین. چی بود واکنش شما نسبت به او؟ آیا شکایت کردین یا شکایتتان به جای رسیده؟ بله، متاسفانه برخلاف او چیزی که من توقع داشتم، من بدون اینکه تهدید متوجه رئیس جمهور بسازم یا خشونتی از مسار بزنه بلند شدم، همو حرفا را مطرح کردم و اعتراض کردم به تصمیم آقای غنی در مورد پروژه توتاب. بله. محافظین ریاست جمهوری به شمول اختر محمد ابراهیمی رئیس محافظان ریاست جمهوری به طرف ما آمدن و اولین واکنش که اونا نشان دادن نه دعوت به آرامش بود و نه دعوت به این که از جلسه ما بیرون شوم. اولین واکنش دشنام به ما بود. جنرال اختر محمد ابراهیمی خطاب به ما به صورت بسیار زشت گفتن که سگ بری بنشین و یک تعبیر زشت دیگه ای را استفاده کردن که حتی تکرار او در رادیوی شما جایز نیست و چیزهای مثل پست. در این حال آمده بودن دور مرا حلقه کرده بودن. هدفشان کنترل کردن من نبود، به خاطر که من خشونت را انجام نداده بودم تا اونا مرا کنترل کنن. هدفشان خاموش کردن صدای من بود و من به عنوان یک شهروند افغانستان حق داشتم که در آنجا بلند شوم و شایسته ای بود که رئیس جمهور بگوید حرفای خود را مطرح کنید، من گوش میکنم، پاسخ شما را توهین بیرون برده شدم. در حیات پشت از او ساختمان محل کنفرانس هم مورد تحقیر و توهین و ضرب و شتم محافظان رئیس جمهور واقع شدم. وقتی که پلیس بریتانیا آمد من برشان تشریح کردم که من بدون اینکه کدام تهدید را متوجه رئیس جمهور ساخته باشم به این شکل بیرون انداخته شدم. اونا از من تقاضا کردن که اگر شما عقیده به این دارین که مورد تعرض و تهدید مجرمانه واقع شدین باید شکایت کنین. من در اون لحظه شکایت نکردم به خاطر اینکه تحت تاثیر احساسات خود بودم. بعد همان شب رفتم به یک پایگاه پلیس بریتانیا مراجعه کردم و شکایت کردم. این قضیه فعلا زیر تحقیق است و من منتظر هستم که پلیس بریتانیا در این مورد چه تصمیم میگیرن. بعضی از هموطنان ما نظرشون این بود که ما نباید کشور خارج از افغانستان در مقابل کامره ها و رسانه ها به رئیس جمهور خود بلند شویم و مخالفت کنیم امرایشان. نظر شما در این مورد چیست؟ من درک میکنم هموطنای عزیز خود را. خواسته من هم این نبود که ما در برابر دوربینای بین‌المللی به او شکل توهین شویم. عامل او هم تحقیر توهین من نبودم. من به عنوان یک شهروند افغانستان یک فرد هستم. هر کاری را که بکنم میگن که یک فرد از افغانستان چنین کاری را کرد. اما محافظان رئیس جمهور اونا افراد نیستن، اونا از تمام کشور نمایندگی میکنن. از یک نهاد مهمی به نام ریاست جمهوری در افغانستان نمایندگی میکنن، از شخص رئیس جمهور نمایندگی میکنن. اگر آبروریزی و ضربه به حیثیت مردم افغانستان هم خورده باشه از طرف آقای غنی و از طرف محافظینشان است که نتانستن یک اعتراض بسیار ساده و بدون خشونت مدنی را تحمل کنند. نه دروغگو، نه خائن، هیچ کدام اینا دشنام نیست. اینا اتهامات حقوقی هست. ما برای از اینکه میگیم آقای غنی دروغگو هست دلیل داریم و مردم افغانستان هم مطمئن هستم که اینا درک میکنن که این آدم، این اتهام در مورد این آدم اتهام نابجای نیست. با وقتی میگیم این آدم خائن است در مورد خیانت از این نگاه کردن به همین پروسه انتخابات کافی هست. درست است. خب نظر شما بعد از اون راجع به این تظاهراتی که شد در روز دوشنبه در کابل چی هستی؟ تظاهرات میلیونی در کابل و در دیگر شهرهای افغانستان. فکر کنم که زیادتر به این عقیده بودن که این تظاهرات از لندن شروع شد تا به کابل رسید. بله، رسانه ها حساس تر شده بودن از پیش کردن نسبت به راهپیمایی کابل به خاطر اتفاقاتی که در لندن اتفاق افتاده بود و متاسفانه آقای غنی هم در ادامه حوادث لندن به جای اینکه تلاش کنه وضعیت را بهتر مدیریت کنه و
زمینه شنیدن صدای مردم را فراهم کنه، تمام شهر کابل را بندان کرد، خود را در حصاری از کانتینرها مخفی ساخت. این برخورد که مردم باز در کابل نشان داد، یک قضیه را برای دنیا و برای مردم افغانستان نشان داد که ما یک مردم بسیار خوب، متمدن، طرفدار صلح، طرفدار برابری و عدالت، طرفدار یک جامعه انسانی هستیم، اما در برابرش حاکمانی داریم سخت فاسد، سخت بیگانه با مردم سالاری، سخت بیگانه با عدالت و حاکمیت شفاف. هموطنان ما بعضی ها البته یک اقلیت اعتراض میکنن که چرا اعتراض شد، چرا ما اعتراض نکنیم؟ ما ملت بریتانیا یا آمریکا یا ژاپن نیستیم که بگوییم خب یک کشور آباد، آزاد و یک رفاه نسبی داریم، چرا در برابر جامعه، چرا در برابر جمهور، در برابر دوربین‌های جامعه بین‌المللی یک رقم رفتار نشان بدیم؟ ما هر شهروند ما باید خشمگین باشه، عصبانی باشه از این وضعیتی که داریم در برابر این حاکمان فاسدی که مسبب اصلی بدبختی و بدروزی ما این مردم هستند. من مطمئن هستم که هموطنان ما در یونان بیشتر از هر کسی این درد ملی را درک میکنن که ما یک مردمی هستیم، یک ملتی هستیم سخت آسیب دیده، سخت به عزت و حیثیت ما سخت آسیب دیده در سطح دنیا. برای انسان افغانستانی در هیچ جای کسی احترام قائل نمیشه و تمام از این برمیگرده به این حاکمان فاسدی که همه چیز ما را به بازی گرفتن. اگر بستگی به این داره که ما از تمام امکانات خود استفاده درست کنیم، چرا معدن آهن آجگک همچنان بدون استفاده باقی بماند؟ یا معادن زغال سنگی که در مناطق مرکزی وجود داره، چرا ما زمینه فعالیت اقتصادی رو در سطح کشور فراهم نکنیم؟ شما تصور کنید که اگر کارخانجات در مناطق مرکزی و در دیگر مناطق کشور شروع به فعالیت کنه، او وقت چقدر شغل ایجاد میشه، چقدر بله، او وقت مردم ما مجبور نیست که برای کارگری به ایران و پاکستان و یا کشورهای اروپایی مهاجرت کنه. این همه سختی و تحمل و تحقیر توهین را ببینن. کاملا درست است. آقای عطایی، در آخر صحبت‌های شما را برای پناهندگان و مهاجرین افغانستانی که در یونان زندگی میکنن میشنیم، چی پیام برشان دارین؟ پیام ما برای مهاجرین و برای تمام مردم افغانستان این است که ما باید به سیاست نفاق بیانداز، حکومت کن پایان بدیم. بله. این دولت ها، این حاکمان به نفع هیچ قوم مردم و مردم افغانستان نیستن. ثمره فساد اینا متوجه تمام مردم افغانستان است. ما در هر جای باید از حق خود دفاع کنیم و طرفداری کنیم از یک افغانستانی که در او سیاستمدارها پاسخگو باشند. ریاست جمهور یک خان نیست، ولسمشر یک خان نیست، یک آدمی است که از طرف مردم انتخاب شده تا به یک کشور خدمت کنه. وقتی که خدمت نکرد باید توسط مردم بازخواست شود. این در افغانستان باشه، در بیرون باشه، در ملأ عام باشه و یا در مجالس خصوصی باشه، در همه حالت ما باید از حاکمان افغانستان حق خود را و فساد و وضعیت بدی که در کشور داره بازخواست کنیم. در دنیا فعلا فرهنگ و قانون همین است. درست. کسی که حکومت بد میکنه نباید بر مردم حکومت کنه، شایستگی حکومت را نداره. جهان سپاس از شما آقای عطایی که لطف کردین و در برنامه رادیویی ندای پناهنده هستم. خب هموطنان عزیز، مصاحبه چند روز قبل من بود با آقای جعفر عطایی، فعال مدنی در لندن. امیدوار هستم که از برنامه امروز ما استفاده کافی را برده باشین. همراهان عزیز، شنونده ما باشین در هفته بعد چهارشنبه ساعت 2:30 به وقت آتن. همه شما را به الله بی نیاز میسپارم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش.
هر لحظه که ماندیم، پشت هر گامی که رفتیم، همه پلا شکسته پلا شکسته. راه جور رو به مقابل، ره برگشت من و تو چقدر دیرک بسته دیرک بسته. با تو بودم، با تو ماندم، با تو خواندم، با تو خندیدم. رفتن و آمدن بازی، ما و من بازی، ما و من بازی. خاک تو خاک من بازی، با سخن بازی، با وطن